حالا که در کلام آسمانی چنین آمده است: خداوند به صورتهای شما و دارایی‌های شما نگاه نمی کند، لیکن خداوند به دلهای شما و کردارهای شما می نگرد. خدا و رسول را در دل پرستنده کار، نه در سطر و نه در حجاب و نه در سله کلان و نه در ریشی دراز و نه در جلکی دراز. با قلب اعتقاد در نزد خداوند همه ما شما تمام بندگان مسلمان برابرند. نمیپرسد در نزد خدا تو ملا هستی، سیزاده هستی، خب کی هستی، دانشمند هستی. دیگر همه برابر هستند. همه حج کرده ای نکرده ای چی گپ؟ حالی امروز می رود زیارت کرده نزد میرا گشت آمد است، این کروفر این و این همه زیارت در اینجا صنفی 4 رفتگی رابری صنف 20 نفر خوانندگان همصنف فقطی کودکان را زیارت میرن. حاجی نیست در اگرو نخوندم. با استفاده از فرصت مناسب برابران و متخصصان ساحه دین، خادمان دین که در نزد مردم و خدا و رسول احساس مسئولیت دارد، کارمندان اکادمی ملی علمها و دیگر دانشمندانی که مسائل دینی را خوب می‌دانند، مراجعت می‌کنم که با مردم کار کنید، راه درست دیانت و معرفت را نشان دهید تا که آدمان سیاه را از سفید و زیان را از فایده فرق کرده توانند. در این زمینه پیامبر اسلام حضرت محمد می‌فرمایند کسی که برای شهرت طلبی عمل را انجام دهد و کسی که از روی ریا یعنی خودنمایی عمل انجام دهد تا مردم بزرگش دارند، خداوند به سبب اظهار نمودن ریاکاریش یعنی خودنماییش در نزد مردم در روز قیامت شرمسار می سازد. همین را فهمونید. این وظیفه شما، کار و فر نکنید. در بعضن آیله ها ماه شریف رمضان است، می روید یک خانه خیش تبار و دیگر می بینم، من شاهد هستم، کودک 3-4 ساله را 5 ساله را بری بالا میگذرانند. حضرت قاری بالا بگذر، حاج بالا، موی سوید 70 ساله در پایان در، آدم کلاسان 40-50 ساله می رود و افتاوه در دست کودک 4 ساله آب می ریزد. چی مرتبه دارد؟ این چی است؟ این سخنان من نیست، سخنان پیغمبر است که در حدیث صحیح آمده است. برای چی نمیفهمانی با مردم؟ ای مردم، شریعت اسلامی حج را به شرط معین 1 مرتبه واجب گردانیده است. زیرا پیامبر اسلام نیست 1 مرتبه حج کردند، 10 بار نه، 5 بار نه، 1 مرتبه. برای آنکه اگر زیارت میکرد 3-4 مرتبه فرض میکردند امت مسلمان و مشکلی ایجاد میشد. در خصوص عمره همین را باید گفت که عمره فرض نیست و ادا کننده عمره حاجی نیست. این را فهمانید. زیرا با ادای عمره ادای حج از گردن شخص ساقط نمی گردد.
یعنی حج فرضی. بار دیگر تأکیداً بیان می‌دارم که عمره به کس مرتبه حاجی نمی‌دهد. این برابر با ادای نماز است، زیرا در برابر نماز یک رکن اسلام است، طوری که میگویند احمد رفت مکه و مدینه، آمد همان احمدی پارینه. ثواب گرفته است، برای خودش گرفته است، یگان عنوان دیگر ندارد، همانش احمد. خطا میکنید بانوان محترم، سیاحت میروید شما یک ثواب بگیرید، یک ماه روزه داری کن، 5 وقت نمازت کن، خدمتی پدر و مادر شوهرت کن، فرزندات تازه آزاده نگاه دار، شکمشان را با غذای باصفت تأمین کن. دو گروه آدمان هستند که می توانند به حج نروند. اول اشخاصی که خدمت پدر مادر را ادا می کند، بخصوص نفرانی که والدین دستگیر و منتظر، یعنی معیوب، پیرانسال و نادار دارند، کلانسال هستند، خدمت آنها را می گیرند، دعای نیک آنها را می کنند، برابر به حج است. چون که ما میگوییم که یک قبلگاه را خبر گیرم، قبلگاه کی؟ در خانه پدر. قبلگاه در خانه باشد، چرا خدمتش نکنی؟ دیگر اشخاصی که خیر و صدقات جاریه میکنند، امثال راه و مکتب سازی، آب کشانیدن، پل بنیاد کردن، یعنی عملی که ثمره آن به جمعیت میرسد و این اعمال به صدقه جاریه داخل میشه. ادای عمره به شخص تنها ثواب میآورد و خلاص. و مؤمن میتواند در وطن خود ثوابی از آن هم بیشتر را با عملهای نیکش پیدا نماید. مگر درست است که برادر، خواهر، فرزندان یا همسایه ها و همدیه های ما گرسنه باشند و ما مبلغ زیاد را صرف نموده به خانه خدا رویم، و یا در منزل ما شرایط مساعد برای فرزندان نیست، در خانه فرزندان نابالغ داریم و هنوز وظیفه های پدری و مادری را اجرا نکرده ایم، ولی رو به خانه خدا میکنیم. خانه و در خود را تعمیر کنیم، فرزندان را با سر و لباس و خوراک با صفت تأمین نماییم. چون این حالتها در کشور ما کم نیست. مگر با چنین آیین و دینداری و با چنین مشکلی ها به جا آوردن مراسم دینی ما وضع زندگی مردم خود را بهتر کرده میتوانیم، در حالی که خداوند خوشنودی مردم را خوشنودی خود گفته است. یکی از شخصیت‌های معروف علم و عرفان، خواجه عبدالله انصاری، نیز در این مورد خوب گفته است: دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل آدمان به دست بیار. دل یک بیچاره یتیم معیوب، خب عائله بی سربان مانده، یک مریض دیگر را به دست بیار. اول خودتان کنید. معرکه ماه شریف رمضان، فطر روزه را اگر به شرطی باشد در یک محل دهه زیستمان جمع شویم، خانه یک یتیم معیوب، یک شخص بی پرستار را اگر تعمیر و ترمیم کنیم با همون
و چقدر خودتان روحتان بالیده بشه. این چقدر کاری ثواب و خیر. مولانای بلخی گویا همین نوع عادت زیاده روی ما را خیلی بر وقت احساس کرده گفته است که خدا را در یک خانه سنگین نجویید، چون این جستن خدا جستن ناکامل است. او خداوندی همه جاست، او در قلب و دل مردم عالم است. از در دل در مقام و منزلت انسان او را شناسید. اگر در زبانمان، در رفتارمان، در کردارمان ظاهر پرستی کنیم، خب جلکای دراز پوشیم، ریشای دراز مانیم، سطر حجاب بندیم، نه که دل نیتی وی داشته باشیم، این به همش ظاهر پرستی است و خلاص، هیچ چیز دیگر. در دل است، قلب است، اخلاص است. سلامت باشید. یکی از بزرگان گذشته‌مان احمد جامی به طلبگاران و روندگان راه خانه خدا مراجعت کرده تاکید کرده است که خود را شناسید که هستی خدا در هستی شما و منزلت او در منزلت خود شماست. با در نظر داشت آنکه شریعت اسلامی طبق سنت پیامبر مراسم ادای حج را همچون فرضی به شرط یک مراتبه اعلام کرده است، با کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن مراسم مرکز اسلام شناسی و شورای علما سپارش داده می شود که وابسته به شرایط امروزه و امکانیت های مادی ساکنان کشور در مدت 2 ماه شرط ها و ترتیب ادای مراسم حج را برای شهروندان مملکت آماده نمایند. به شورای علمای کشور توصیه داده می شود که دایر به این مسئله در سطح معیارهای شرعی و مطابق به مذهب حنفی در مهلت 2 ماه قرار دخلدار قبول کرده کارهای فرماندهی را راه اندازی نماید. حاضرین گرامی، حالا در کشور 3 خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان با 384 نفر باشندگان از جمله 196 نفر پیرانسالان، 4 خانه اینترنت بیماری روی با 893 نفر باشندگان از جمله 842 نفر معیوبان بیماری های روحی، 61 مکتب اینترنت از جمله 14 مکتب اینترنت جمهوری و 47 مکتب اینترنت دارای مقام محلی فعالیت دارند. در مؤسسه های ذکر شده 7706 تعلیم گیرنده از جمله 2508 نفر دختران که از آنها 108 نفر یتیم کول، 1431 نفر بی پدر، 316 نفر بی مادر، 121 نفر بی پرستار، 241 نفر فرزندان والدین بیماری سیرتی داشته که از عهده نگهبانی آنها نمی برآیند، 42 نفر پدر یا مادر بیماری روحی داشته، 67 نفر فرزندان والدین نشأمند، 1114 نفر از عائله های کم بزاعت و 3773 نفر کودکان امکانیتشان محدود، یعنی مادرزاد، زیر سرپرستی دائمی و غمخواری مادی و معنوی دولت قرار دارد. با این همه
اسرافکاری و خرافات پرستی، زیاده‌روی و کژروی در دین، نمایشکاری و ریاکاری، افراطگرایی و بعضا ترور که گویا به خاطر خدا دست میزنیم، یک نقطه مهم را فراموش میکنیم. پشت دیوارمان، در خانه همسایه، در محل زیستمان، دهه‌مان، ناحیه یا ولایتمان و در کشورمان شخصان زندگی دارند که محتاج مهر و شفقت ما و شما هستند. کجا شد تعلیماتی که گذشتگان ما می گرفتند؟ کجا شدند داملاهایی که گذشتگان ما را در چنین روحیه انسانی تربیت می کردند؟ مگر خادمان دینمان رسالت اصلی خود را فراموش کردند؟ این گفته ها با آن معنا نیست که دولت نمیتواند به باشندگان این گونه مؤسسه غمخواری نماید، بلکه برای تفکر و اندیشه کردن و راه درست را در زندگی و روزگارداری پیدا کردن، اهل جامعه را در رویه انسان دوستی، نه افراطی و خرافاتی تربیت کردن است. انا این است رسالت خادمان دین. پیامبر اسلام در این مورد می‌فرماید آن نفری که یتیمی را به سرپرستی میگیرد، فردا روز قیامت همراه من یکجا می باشد. کنیتان با کرده ساده، لیکن هر وقتی که من میبینم، خواهی نخواهی عائله دیگر چیز است، محیط عائله خاندان دیگر است. حس میکنی شرایط بهترین من با آن هموطنان عزیز، هر قوم و ملتی که در رفتار آن نشانه های جهالت و خرافات پرستی گسترش می‌یابند، آن ملت از زندگی با سعادت محروم می‌گردد. این را در مثال چندین کشورهای جهان در شرایط امروزه نیز مشاهده کردن ممکن است. از این رو مردم ما باید آگاه باشند و فریفته ترغیبات دشمنان دین و آیین و ملت و مذهب خود نشوند. ما مردم تاجیکستان همیشه در مذهب معتدل و تحملگرای امام ابو حنیفه بودیم و نمیگذاریم که در بین مردم کشور با استفاده از احساسات دینی، فکر و اندیشه های رادیکالی دینی و اکستریمیستی پهن کردند. در رابطه با این یک اندیشه خود را که بارها گفتم، بار دیگر خاطر نشان می نمایم. خرافات خطر است که با امروز و آینده تاجیکستان و منطقه تهدید جدی دارد. بارها گفتم، امروز نیز بیان می دارم که خرافات جهالت است. جهالت برای ملت تنها بدبختی می آورد. تجربه بیش از 32 ساله همکاری های ما با کشورهای عالم اسلام بخصوص کشورهای عربی نشان می دهد که روی آوردن به علم، آموزش و رشد علمهای ریاضی و طبیعی و تکنیکی، استفاده دستاوردهای پیشقدم علمی و تطبیق تکنولوژی‌های معاصر آنها را به ترقیات بی‌سابقه رسانیدند. باعث از بین رفتن فهمیش‌های شک شده و کهنه گردیده ایستاده است. برای مثال سرعت رشد کشورهای مسلمان نشین را در مثال عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، کویت، بحرین، مالزی و دیگر میگیریم که با چه سرعت رشد کرده ایستاد. آنها خوب درک کردند که عامل نجات بخش انسانیت تنها علم و رو به علم آموزی آوردن نسل جوان کشور است.
به این خاطر از همه امکانیت ها استفاده کرده جوانان را به علم و آموزش هدایت نموده زندگی با سعادت ساکنانشان را تامین کرده ایستادند. یا حادثه های چند سال آخر را وقتی که در جهان وضعیت پاندمی 19 اعلان شد کی توانست جان مردم خود خلق خود و در عموم انسانها را نجات دهد. البته کشورهایی که در آنها علم و تکنیک و تکنولوژی و جامبینی علمی صرف نظر از مناسبتشان به دین رشد کرده سطح معرفت ناکی و سوادناکی اهالی این کشورها پیش رفته است. اما چیکار کرده است؟ وقتی که کرونا ویروس تمام جهان را فرا گرفت کشورها در فکر اختراع واکسن شدند. اما در ما از خرافات و نادانی در یکی از ناحیه‌ها 5 نفر یک سرایت یافته را دعاخوانی کردند. دور نیست، نزدیک 4 کو دادر. در یک هفته از بین رفتند. عائله هاشون فرزندانشون یتیم موند. با دعا و با دعا خواندن کووید صحت می شود. انا برای همینم ما فرزندان را تربیت کنیم، دانشمندان را تربیت کنیم، اختراعکاران را تربیت کنیم تا که محتاج به دیگران نشد. حادثه همتان شنیدین، ملایی که تبابتی کرده است حادثه یک کمپیر بیچاره را یا جین می برآورده باشد به دزده بعد کلتکی وی 60 سانتی متر میزند میده میکند بعد نمیشه کاردی خانه را میگیرد تایی زبان را میبرد لبش را میبرد کمپیر در جاش میبرد. این اسلام است؟ این مسلمانی است؟ این چی است؟ همش از نام اسلام. این جهالت است. من همین کاغذ سفید است همین بالایش می نویسیم با قلم یا بروشا می نویسیم. اولا که کاغذ چی است؟ کاغذ این چیزی اکولوژی نیست، این شیمیا است. ماده های شیمیایی قطعی وای میکنن کاغذ رو میبرن برای نوشتن و خواندن. هم که نه. بعد چیکار میکنیم؟ حال ملایی که خود را طبیب میخوانند در بالای کاغذ با روشکه یا قلم خط می نویسیم تو رو تشتا میتیم. هم که نه. این سحری یک بار در 2 روز یک بار آب کردن نوش، آب کردن نوش. هم قلم هم کاغذ این ماده های شیمیایی زهرناک است. ما آدما را خودمان و دستیم خودمان زهرآلود میکنیم. در رابطه با این تاکید می‌نمایم که آینده تاجیکستان نیز محض از همین عامل یعنی سطح معرفت مردم و پیشرفت علم و تکنیک وابسته بوده جلب جوانان و نورسان به علم و دانش و کسب و هنر باید در مرکز توجه همه اهل جامعه قرار داشته باشد. خادمان دین نیز وظیفه دارند که جوانان و نورسان را با آموزش علم و دانش‌های دنیوی خصوصاً فن‌های ریاضی و طبیعی و تکنیکی هدایت نمایند. امام غزالی در کتاب احیای علوم دین میگوید که طلب علم‌های نیاز جامعه یعنی جامعه امروزه تاجیکستان هم به مانند طب و حساب و غیره فرض کفایه می باشد. عموما من در خفه نشود عالمای ما دانشمندان ما یک بار از خودمان پرسیم که ما چی دستاوردی بلندی علمی داریم، چی اختراع کردیم و چی را کشف کردیم، چی استحصال کرده ایستادیم. کلی عالمان و اختراعکاران ما کجا شدند؟
کی آنها را تربیت میکنه؟ ما و شما. از زمانی به دنیا هست شدن، در خانه، در عائله، در مکتب، از ما پدر و مادران بیشتر وابستگی دارد. تا کی با امید دیگران میشویم؟ تا کی با امید با اقتصادیات دیگر دولت ها ما کمک رسانده ایستادیم؟ همه شتگی تالار همه من از من سر کرده، تمام سر لباس ما از خارجه است، حتی جلک ساله و ویمان از خارجه است. بیشترتون یعنی کی تربیه میکنند؟ عالم ها اختیار کار ما رو آورده ما کار. تمام بینید تکنیک ماشین امروز طیاره های بی سرنشین است. اتومبیل، تاکسی در شهرهای پیشرفته دنیا بی راننده است. تکنولوژی همین میآید بی راننده، کجایی که فرمودی برد میبرد، سوزشواری ندارد، از برق است. ما چیکار کردیم؟ در کجا است مهندسان و دانشمندان؟ چرا تربیه کرده نمیدون؟ حتی در تربیه دینی هم یکم پیشروی نداریم. در آزمون‌های قرائت قرآن جای اول را میگیرن نماینده های تاجیکستان، لیکن در تفسیر و مضمون از آخران جای یکم. ریاضیات میکند، قرائت نظم میکند، لیکن نمیفهمد معناش، تصویر کرده نمیتواند. وقتی آیت را میخوانیم یا یک حدیث را وای میکنیم، اول خودمان با معنیش سرفهم رویم که چی است و فهمانیم به مردم. و هر یک آیت، هر یک حدیث در کجا خوانده می شود، در کدام مورد خوانده می شود. هموطنان عزیز، دین مبین اسلام گوناگون زبانی، گوناگون فکری و دارای فرهنگ مختلف بودن خلق و ملت ها را اعتراف کرده است. مثلا در قرآن کریم این مطلب در آیت 13 سوره حجرات واضح بیان شده است. ای مردم، به درستی که شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را قوم ها و قبیله ها ساختیم تا با یکدیگر شناس شوید. یعنی در شکل قوم ها و قبیله ها بودن انسان ها اراده پروردگار بوده، آنها از یکدیگر محض با ملیت، رسم و آیین، زبان و فرهنگ، لباسی به خود خاص و دیگر عنصرها باید فرق کنند. وگرنه از کدام قوم و قبیله و ملت بودن انسان ها نامعلوم خواهد ماند. بیگانه پرستی، دستر و لباس یعنی پوشیدن لباس بیگانه با نامهای ساخته ستر و حجاب دیگر مسئله مبرم برای جامعه ما می باشد. بیگانه شوی آداب و رسم و آیین لباس پوشی، بیگانه شوی فرهنگی است که استقلال فکری، هویت ملی و فرهنگی ملت را خللدار می سازد. آنهایی که می پوشند و خود را نمایشگاری می کنند، فکر می کنند که اونا از دیگران فرق می کنند، اونا عقل دارند، اونا وای هستند، بالا هستند. هیچ بالا نیستند، اکثریتش بی سواد است، با دیگر کار هم است. امروز گروه های پیدا شدند که می خواهند و به خاطر هدف های اسلامی
بلکه برای عملی سازی نقشه های غرضناک خود همه را زیر یک شعار تغییر دهند. موافق معلومات سرچشمه های معتمد در زمان ابو حنیفه نیز عالمان و دانشمندان زیاد شاهد سوء استفاده از دین به خاطر منافع سیاسی بودند، اما کسی به اندازه ابو حنیفه جرأت نداشت که به طور آشکارا مخالفت خود را با خودسری و کژدایی بیان کند. طوری که امروز مشاهده میکنیم گروه های افراطی و بیگانه پرست کوشش میکنند که برای رسیدن به هدفهای ناپاک خود با شعارهای دینی ما را از دولت و ملت خود، از اصل تاجیک بودن و پایه های استوار تاریخ و تمدن یگانمان دور سازند. در حالی که اسلام لباس نآورده است و همه ملت ها و قوم و قبیله ها لباس ملی خود را با شرط های اسلامی مطابق کردند و خلاص. واقعیت بیانگر آن است که هر ملت بنابر سابقه فرهنگی خود در لباس پوشی رفتار و عنعنه‌های مخصوص دارد که ارزش‌های مادی و معنوی گذشته ما را انعکاس می‌نماید و هر ملت از روی زبان، فرهنگ و شکل و طرز لباس پوشیش شناخته می‌شود. مثال عادی می‌آورم و باعث افتخارم است. مثلا عرب‌ها چی در داخل کشورهایشان و چی در خارجه لباس ملی خود را می‌پوشند و با لباس ملی خود افتخار می‌کنند. لباس ملی خودشان است و لباس اسلامی نیست، لباس ملیشان است. چرا دیگران لباس‌های ملی ما شما را نمی‌پوشند؟ امروز من گفتم لباس‌های ملی تاجیک از آن و چکن، ادرس، اطلس جهانی گشت. در سازمان بزرگترین فرهنگی دنیا یونسکو. مادران و بانوان ما تاجیکان نیز طرز خاصی لباس‌های ملی خود را داشتند و آن را به ما میراث گذاشتند که هر کدام از آنها در برابر زیبایی و رنگارنگی معیارهای اخلاقی و اعتقادی مردم باستانی ما را انعکاس می‌کرد. از این لحاظ ما باید به خاطر حفظ اصالت و ارزش‌های ملی وارد شوی لباس‌های به نام دینی اما به عرف و عادت و فرهنگ ما بیگانه را پیشگیری نماییم، مگر به جای تقلید با لباس بیگانه با سواد و با عفت بودن احترام پدر و مادر و شوهر را به جا آوردن بهتر نیست؟ حاضرین محترم، هموطنان عزیز، هزارها مراتبه گفتم، بار دیگر تکرار میکنم، ملت تاجیک تاریخ و تمدن و فرهنگی بیش از 6000 ساله دارد. جشن نوروز عجم بیش از 6000 سال تاریخ دارد. شهر قدیمه باستانی سرزم عالمان بین المللی از تمام دنیا آموختند از جانب یونسکو بیش از 7 سال
و قرار قبول کرد یونسکو، سازمان بانفوذ جهانی، که تاریخ این شهر باستانی بیش از 5,500 سال دارد. این دلیل قدیمه بودن ملت تاجیک است، ملت ما شما. دیگر اینکه این مردم تاجیک، ما آریای تبار هستیم، ما مردم آریایی هستیم، ما تمدن و فرهنگی هند و اروپایی داریم، ما حقوق ایخ پوشیدن را داریم. چهره ما را بینید، چهره تاجیک را بینید. کسی تاریخ ملت تاجیک را خوانده باشد؟ مردم آریای تبار عظیم جوسه بودند، قدهای بلند داشتند، رویهای دراز داشتند و کم بینیهاشان درازتر بود. و آن بازیافت‌های تاریخی که در موزه‌های ما و عالم هستند، از قلعه کوروش کبیر، تخت سنگین، از سررس، دیگر لباس‌های قدیمه، چگونه سر لباس‌های مردا زنا همش موجود است. چرا ما بیگانه پرستی کنیم؟ چرا ناشکری از فرهنگ، از زبان، از تاریخ، عرف و عادت خود کنیم؟ چرا؟ انا دشمنان ملت تاجیک همیشه کار میکنند. اول رسم و آیینت میگیرد، بعد زبان و فرهنگت میگیرد، بعد دولت همین خطی از بین میره. در یک برآمدم گفتم، امروز میگویم، من اولا افتخار میکنم که من تاجیکم و بعدا مسلمان. کمیته کار با زنان و آیله وظیفه‌دار کرده میشوند که در همکاری با طراحان وطنی طرح‌های زیبا و گوناگون لباس ملی را موافق نیازهای اعتقادی و اخلاقی زنان و خواهران و مادران ما تهیه و پیشنهاد سازند. به شورای علمای مرکزی اسلامی توصیه داده می شود که در مهلت یک ماه نظر خود را عاید به مسئله مذکور در دایره منفعت‌های دولت تاجیکستان و فرهنگ ملی با ارزگذاری با ارزش‌های مذهبی حنفی معین نماید. محترم خادمان دین، شما خوب می‌دانید که خادم یعنی خدمتگار دین بودن معنی مسئولیت داشتن هم در نزد خدا و هم در نزد مردم را دارد. چنین مسئولیتی بزرگ از هر یکی شما تقاضا می نماید که پیش از همه خودتان در گفتار و رفتار و کردار و اخلاق حمیده انسانی نمونه عبرت جامعه باشید. در مرحله معین تاریخی سوء استفاده از دین و ارزش‌های دینی از جانب قشر روحانیت باعث گردیده است که در ذهن مردم دایر به مقام و شخصیت‌های آنها تصوری غلط پیدا گردد. در نتیجه بعضی‌ها ملا یا خادم دین بودن را کسب می‌دانند و چنین اشخاص ملاگی خود را همچون وسیله روزگذرانی استفاده می‌کنند. باید گفت که ملاگی کسب نبوده بلکه خدمت خالصانه
در راه خدا برای مردم یعنی به خاطر ثواب گرفتن است. مثلا در بعضی کشورهای مسلمان نشین خادمان دین برای ثواب ماه‌ها در مسجدها نوبت می‌پایند تا که چند مرتبه امامتی کنند. تکرار میکنم که نه برای دریافت کردن مزد بلکه به خاطر ثواب گرفتن. خفه شدن در کار نیست. بعضا ملاهای ما چه کارها میکنند به خاطر آنکه از پشتشان نمازخوانان و فطر روزه یا حق امامتی میدادگی ها زیاد شوند یا برتری خود را نشان دهند، مردم یک محله را چند تقسیم میکنند که هم تفریق اندازی و هم حق گرفتن و هم مردم را به گروه ها تقسیم کردن نارواست. در یک حدیث صحیح تاکید شده است که بهترین چیزی که شخص میخورد از مهنت دستش است. از بابای آدم دهقان تا پیامبر ما حضرت محمد همه پیامبران کسب و کار چوپانی، دوزندگی، تاجری داشتند. حضرت نوح استای دوریدگر، ادریس دوزنده، صالح تاجر، داوود آهنگر، سلیمان سبدباف بوده رزق و روزی خود را از زحمت حلال یافتند تا وقتی قوت داره. اخرا همون زمینی نزد اهلیگی خودتان کلان زلین یک پیاز و گشتیچه یک میوه درخت یک دیگر وکیلی خون تا کار میکنه با اشتاتان ناز میشه. با زحمت حلال نان خوردن و از حاصل زحمت حلال صدقات و خیرات نمودن جوهری تعلیمات دینهای جهانی و اسلامی باشد. طوری که میدانید جهتی برانبر داشتن معرفت حقوقی اهالی کشور در پیام رهبر دولت سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلام کردیم. مقصد از قبول این قرار برانبر داشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، مستحکم نمودن حمایه حقوق انسان میباشد. تربیت شهروندان در روی احترام نسبت به قانون و تامین نمودن ولایت آن و راماندن اصول همکاری ثمرناک دولت و نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوقی شهروندان از جمله هدفهای اصلی سال معرفت حقوقی می باشد. در رابطه با این مقامات دخلدار دولتی، ساختارهای جامعه شهروندی، اهل جامعه خصوصا خادمان دین را ضرور می آید که جهت بالا بردن سطح معرفتناکی اهالی کشور از جمله درک عمیق و بیچون چرای مقررات ماده یکم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان دولت صاحب استقلال دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه اجتماعی می باشد، مخصوصاً دایر به ماهیت دنیوی دولت مسئولیت بی‌واسطه ظاهر نماید. خادمان دین و دوستدار وطن و ملت و دولت هیچگاه در کارهای نیکی تربیت اخلاقی جامعه اصلاح کمبودی‌های جای داشته بی‌طرفی نمی کند و سهم خود را در آبادی وطن و رشد همه‌جانبه کشور می‌گذارد. شما شاید از دیگران بهتر می‌دانید و می‌فهمید که حبی وطن یعنی دوست داشتن وطن از گوشه ایمان است. با مردم خصوصاً به نورسان و جوانان فهمانیدن احترام پدر و مادر، شخصان کلانسال، آداب و اخلاق حمیده، بخصوص فرهنگ معاشرت و معامله در کوچه و خیابان و جایهای جمعیتی، آداب عائله‌داری و بسیار مسائل دیگر اجتماعی وظیفه ایمانی و وجدانی شما می باشد. یعنی مسجد همچون واسطه اعتقادی باید
در حیات جامعه نقشی ارزشمندی تربیوی و اخلاقی داشته باشد، نه مکانی غیبت و تهمت، جای بحث و مناظره سیاسی یا گمراه کردن مردم. چنانکه که میگه مسجد خانه خدا باشد، جای غیبت نیست. خداوند در آیت 9 سوره جمعه قرآن کریم آداب مسجد را صراحتاً بیان نموده است و چون نماز پایان یافت از پی رزق روزی در زمین پراکنده شوید و رزق خدا را طلب کنید. بار حضرت عمر به مسجد آمد که گروه از آدمان نشسته بودند، فرمان داد که از مسجد بیرون شوند. پس افزود که آیا شما انتظارت برایتان از آسمان طلای و نقره می ریزد؟ برخیزید و از پی کسب و کار شوید. یعنی زحمت کشید، محنت کنید. همین خیلی نمیبه گوشه خدا خودش میتونه. نه، دانه کش نکن، زحمت نکن، زمین را آسمان هیچی پیدا نمیشه. بابای آدم که دیخان باشد بینید، اگر دیخان ولی بازار چی میشود؟ آدم خوری. خادم دین میتوانند و وظیفه دارند که در اصلاح معنویات جامعه، پیشگیری کردن بد اخلاقی و جنایتکاری، ویران شوی عائله های جوان، تأمین رعایت قانون تنظیم عنعنه و جشن مراسم، پیشگیری افراط شوی جوانان، تعلیمات غیر قانونی دینی و در شرایط نهایت مرکب و بحرانی امروزه برای گرفتن پیش راه افراطگرایی، قرض ایمانی و رسالت شهروندی خود را اجرا نماید. کار در این سمت باید طوری برآمده شود که برای افراطی شدن یک نفر همه احساس مسئولیت داشته باشند. از رئیس شهر و ناحیه سر کرده تا رئیس جماعت و محله، خادم دین و والدین و آموزگاران در نزد قانون و جامعه احساس جوابگری نماید. ما و شما باید شکرانه کنیم که صاحبی وطنی آباد و آزاد هستیم. از باد و هوای آن نفس میکشیم. با نان و نمک و آب همین دیار باستانی به کمال رسیده ایم و فرزندان و نبیره هایمان را در محیط آرام و آسوده آن به وایه میرسانیم. شکرانه کنیم که ما و شما صاحب وطن و صاحب دولت هستیم. شکرانه کنیم که عضو کل سازمان های بین المللی دنیا هستیم و در قطار کشورهای حتی ابرقدرت جهان صاحب یک آواز هستیم. شکرانه کنیم که ما را در عرصه بین الخلقی چون کشور فعال مؤلف 5 تشبث سطحی جهانی میشناسند و احترام و اعتراف مینمایند. پس بیایید به قدر این وطن، این سرزمین بیشتاسای اجدادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و نان و نمک آن رسیم، به خاطر آبادی باز هم بیشتری تاجیکستانی عزیزمان
و پیشرفت دولت صاحب استقلالمان متحد و سرجمانه و صاف دلانه و صادقانه زحمت کشیم. نگذاریم که فرزندان ما و شما که آینده و برکت و سعادت من بعد ما هستند وسیله دست دیگران و باعث بدنامی ملت تمدن ساز تاجیک در عرصه جهانی گردند. ما باید همیشه در یاد داشته باشیم که تنها کادرهای زمان نو یعنی متخصصان جوابگو و طلبات جهانی معاصر می توانند وطن و دولت را صاحبی کنند، آباد سازند، ترقیات دولت را تأمین نمایند و جامعه را پیش برند. در هزاره سیوم تنها دولت و ملت‌های هستی خود را حفظ کرده پیش رفته می توانند که علم و دانش پیشرفته و تکنیکی و تکنولوژی های زمانوی داشته باشند. بنابراین هر یکی ما وظیفه داریم و در نزد نسل های امروز و آینده برای تقدیر وطن، دولت و ملت مسئولیت داریم که رو به مکتب معارف آوریم، برای فرزندانمان شرایط مهیا کنیم که بی‌سواد نمانند، علم و دانش آموزند و کسب و هنرهای زمانوی را از خود نمایند. این وظیفه جانی پدر و مادران عزیز، اهل معارف، رهبران تمام ساختار و مقامات دولتی، زیایان، فعالان، جامعه شهروندی و اهل جامعه از جمله خادمان دین می باشد. بار دیگر تکرار می کنم که مسلمانی ما و طاعت و عبادت ما را کسی از دست ما نمی گیرد. ولی پیشرفت دولت، آبادی وطن و بالاروی سطح و صفت زندگی مردم را تنها با طاعت و عبادت تامین کردن مشکل است. طلبات زمان نو دیگر است. ما باید خوانیم، علم آموزیم، علمهای دقیق و ریاضی را رشد دهیم، تکنیک و تکنولوژی های نوترین را از خود کنیم، کادر تربیت کنیم و زحمت کشیم که زندگی امروزمان نسبت به دیروز و فردایمان نسبت به امروز بهتر گردد. ما باید سطح و صفت زندگی مردممان را باز هم بلند برداریم. فرزندانمان را تربیت نماییم که دستگیر و غمخوار ما باشند، دانشمند شوند، صاحب معرفت و متخصص زمانی نو گردیده آداب و اخلاق حمیده انسانی داشته باشند. ما شما فرزند را برای آن به دنیا آورده به کمال میرسانیم که در ایام پیری دستگیر ما گردد. در خاطر داشته باشیم که رهبران گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی که فرزندان ما و شما را به صفهای خود جلب می‌نمایند، عذاب تولد کردن و به وای رسانیدن فرزندان ما را نکشیدند، زحمت بیدارخوابی را ندیدند و با آنها نان و آب ندادند. از همین خاطر فرزندان ما و شما برای آنها هیچ ارزش ندارند. در یک لحظه آنها را به تروریست خودکش
تبدیل داده هدفهای ناپاک خود را عملی می سازند. بعدی از دست دادن آنها تنها جان پدر و مادر می سوزد و خلاص. در عرفیت می گوید هر بوته که آتش می گیرد و می سوزد و خودش احساس می کند. ما نباید گذاریم که نام فرزندان ما در تاریخ ملت همچون تروریست یا افراطگرا ثبت شود. این در شأن پدر و مادر تاجیک و ملت صاحب فرهنگ و باستانی تاجیک عیب است. پس بیایید فرزندانمان را تربیت نماییم، علم آموزانیم، کتاب خوان کنیم، اقلا کتاب‌های بدیهی خوان و صاحب کسب گردانیم که در زندگی آینده خود اذیت نکشند، راگم نزنند، دستیار و غمخوار پدر و مادر باشند. محض به همین خاطر ما این مسئله را در سطح معیار کنستیتوسیون قبول نمودیم که در سن سال کلانسالی و پدر و مادر فرزند برای نگاهبین پدر و مادر وظیفه‌دار است، مسئول است. ما باید اتحاد و همبستگی، صلح و ثبات جامعه و وحدت ملی ما را که جوشن ملی ما در مقابل خطرهای زمان معاصر می باشند چون گهورک چشم حفظ کنیم. زیرا قدرت ما در اتحاد و سرجمعی، وطن دوستی و زحمت صادقانه ما به خاطر آبادی وطن و رشد دولتمان است. جوانان عزیز، صاحبان امروز و فردای تاجیکستان صاحب اسلام، من به شما مراجعت کرده تاکید می نمایم که استقلال و آزادی را که بهترین نعمت برای ملت آزادیخواه تاجیک می باشد حفظ نمایید. این وطن بیشتاسا را دوست دارید. از تاجیک بودن خود افتخار داشته باشید. زیرا گذشتگان ما فرزندان فرزانه ملت تاجیک در رشد فرهنگ و تمدن بشریت سهمی بزرگ گذاشته راه جهانیان را به سوی همزیستی و همبستگی منور ساختند. برای حمایه این سرزمین مقدس آماده باشید تا در این خاک مقدس خواهران و مادران شرفمند ما و شما زندگی آسوده داشته باشند. اثبات کنید که نسل از کوروش کبیر و مقنع، سپیتامین و دیوشتیچ، تیمور ملیک و واسع و هزاران فرزندان دلیر و شجاعی این وطن هستید. من بنانگ ناموس، عقل و ذکاوت، نیروی ذهنی و جسمانی، حس بلند استقلال و آزادی خواهی، وطن دوستی و وطن پرستی و شجاعت و جوانمردی هر یکی شما اطمینان دارم. هموطنان عزیز، بارها تاکید داشتم و امروز نیز با تکرار ابراز می دارم که در زندگی زیرک و
خودآگاه باشید. فریفته هدفهای غرضناک گروه‌های منفعت‌جو نشوید. در خاطر داشته باشید که کسی در فکر آباد کردن وطن ما و شما، خانه و در و کاشانه ما و شما نیست. ما خودمان باید بنیاد کنیم، وطن اجدادیمان را آباد سازیم و برای نسل‌های آینده یک دولت متمدن و پیشرفته به میراث گذاریم. ما امروز صدها مشکلی و کمبودی داریم. ما اکنون دولت بنیاد کرده ایستادیم، اما مثل یک عائله جوانی که عائله دار میشه، از خانه و در از پدر و مادر جدا میشه، دولتی تو اکمی همین خیل به مشکلی بیوید نمیشه. اما با اطمینان ابراز می‌دارم که ما قدرتی برطرف کردن همه گونه کمبودی و مشکلات موجوده را داریم. ما سنگین‌ترین مشکلات سالهای جنگ شهروندی را یک جای برطرف ساخته به این روزهای نیک رسیدیم، در حالی که بعضی‌ها می‌گفتند به حال ما می‌خندیدند که ما از خریطه سیاسی جهان نصف می‌شویم، اما نشدیم. یعنی تیرشان خاک بود. برعکس خواسته ها و نقشه های دشمن ملت دیگر بار احیا شدیم. دولتمان را از نیستشوی و ملتمان را از خطر پراکندگی شدن نجات دادیم و صاحبی کردیم. دور نیست روزهایی که ما و شما برای خودمان زندگی از این هم بهتر را می سازیم و نام خود را در صحیفه های تاریخ ملت به حرف های زرین ثبت می سازیم. زیرا خلق ما، مردم سربلند تاجیکستان، برای بنیاد زندگی از این هم با سعادت و آسوده قدرت و توانایی دارند. بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را با فرارسی ماه مبارک رمضان تبریک میگویم. با تمام مردم تاجیکستان سلامتی، صلح و ثبات، خانه آباد، فیض و برکت و به همه شما حاضرین ارجمند در راه حمایه استقلال و آزادی وطن و حفظ ارزش‌های اصیل ملی و دینی برای کامیابی آرزو می‌نمایم. سلامت باشید. مرحمت. هر تکلیف ایراد میکروفون ها هست، مرحمت پیشنهاد کنید. السلام علیکم محترم جناب عالی، بنده عبدالجمال حمیدوف سرخطیب ناحیه باباجان غفوروف هستم. خدمت‌های شایسته تحسین شما به این سرزمین برای همیشه در خاطره تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا شما یک دولت
خراب گشته را به یک کشوری رشد یافته و ملت پریشان را به یک ملت واحد تبدیل دادید. در برابر مهمترین کارهای دولتداری شما با اعلان کردن سال 2009 سال بزرگداشت امام اعظم مردم تاجیک را با ملت تحملگرایی اجدادیشان بیشتر آشنا ساختید. محترم جناب عالی، در بالا قید کرده گذاشتید که خرافات جهالت است و جهالت تنها برای انسانیت بدبختی می آورد. حق به جانب شماست. مثلا تا دوره با تشبث خردمندانه شما قبول شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان خرافات پرستی ها، زیاد روی ها بسیار بود. مردم هم به خود جبر میکردند هم به خانواده خود. شما با این اقدام نجیب خود پیش راه این را گرفتید. خداوند در قرآن کریم در سوره اسراء آیت 26 و 27 می فرماید: اسراف نکنید زیرا اسرافکاران برادران شیطانند و شیطان نسبت پروردگار خود ناسپاس است. محترم جناب عالی، نمونه برجسته خرافاتگرایی و زیاده‌روی در مراسم‌های عزاداری به چشم می رسید و خوشبختانه با قبول گشتن قانون ملی پیش راه این گرفته شد. هنوز هم در بعضی منطقه های کشور خرافاتگرایی زیاده‌روی ها به چشم می رسد. مثلا خانواده میت 1 سال سیاه پوشی می کنند. انا در همینجا شما فهمانید به مردم خادمان دین عالما از دور نه آیات ها حدیث ها دیگر از 3 روز زیاد عزاداری این درست نیست. چی با خدا ستیزه میکنیم؟ با خداوند ستیزه میکنیم، میگیم ما را خدا هست کرد، با خدا سجده میکنیم. گرفت قرضی که داد است او را نمیداریم که کی در چه حالت، یکی با آب، یکی با صدمه، یکی در یه روز چند طبیب در سر میز کراخوری در آشخانه چه علاج؟ بله جناب عالی، حق بر جانب شماست. باید خادمان دین، اهل علما دایر به این مسئله همه خیلی آیله ها منطقه های عزا وابسته میکنیم. هر هفته میریم خانه چنین عزادارا یک بار 2-3 کس شیشته آیت قرآن خوانده یا ختم قرآن میکنیم دیگر میباشیم، یعنی اونا شنون آرامتر میشن، عصباشون آرام میشن. 2 بار 3 بار رفتن قرائت قرآن نکنیم. مردم ما به همین اخلاص دارد. البته ما باید دین خود را از آن بافته هایی که به شکل بدعت و خرافات پیدا گردیده یگان اصل شرعی ندارد پاک سازیم، زیرا بعضا از نفران از سبب نفهمیدن ماهیت دین مبین اسلام وسیله سوء استفاده قوه های ارتجاعی می‌گردند. سلامت باشید. تشکر جناب. سلامت باشید. السلام علیکم محترم جناب عالی. و علیکم السلام. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت. من سنگالیوف محمود، سرمتخصص ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان هستم. در این واخوری پیرامون خطرهای گروه‌های افراطی و تروریستی سخنان لازمی گفته شدند. من می‌خواستم وابسته به یک مسئله که همیشه گروه‌های افراطی از آن همچون دستک سوء استفاده می‌کنند صحبت کنم. این مسئله را تکفیر یا کافر اعلان کردن مسلمانان از جانب گروه‌های منفیت‌دار افراطی و تروریستی است. شکی نیست که اسلام دین رحمت و مغفرت و خداوند رحمان و رحیم است. خداوند در آیه 53 سوره زمر می‌فرماید: بگو ای بندگان من که بر خود از حد زیاده روی کرده اید از رحمت خدا ناامید مشوید. هر آینه خدا همه گناهان را می آمرزد، براستی که او آموزگار و مهربان است. طبق این آیت انسان مؤمن همیشه از رحمت و بخشش خداوند امیدوار است و مذهب بابای ما، مذهب امام اعظم نیز دستور می دهد که انسانی را که کلمه شهادت می گوید
کافر خواندن جایز نیست. یعنی محور داخلی انسان را که حریم خدا هست هیچ کس از بشریت حق ندارد که حکم کند. محترم پیشوای ملت، گروه تکفیری افراطی به مقابل نظام دولتی دنیوی دشمن روی راست است، اما آموزش مقررات قرآنی ثابت می نماید که بنای دین مبین اسلام بر اصلهای چون آزادی بودن همه در مسئله باور و اعتقاد، انتخاب آزادی پیروی به دین اساس یافته است. معیارهای کنستیتوسیا و دنیوی بودن کشور ما نیز همین ارزش‌ها را ترغیب می‌کند. پس چرا امروز گروه افراطی که هر نفری که به آسیاب آنها آب نمی‌ریزد کافر اعلان می‌کنند؟ من می‌خواستم در اینجا 3 عامل را ذکر کنم که پشت این کلمه یا مسئله تکفیر، کافر اعلان کردن مسلمانان، منفعت جو هستند اونها و منفعت کلان در این کلمه تکفیر وجود دارد نسبت گروه های افراطی و تروریستی. عامل اول، از نظر این گروه افراطی شخص کافر از همه حقوق های انسانی محروم شده، تعاقب و تحقیر و آزار و اذیت، حتی از جمله قتل او دیگر جنایت حساب نمی شود و از طبق تعلیمات اینها شخص کشنده کافر در تعلیمات این گروه های افراطی هیچ جزا نمی بیند. بنابراین اینها منفعت دارند که مردم را یکسره کافر اعلان کنند. عامل دوم، از نظر این گروه های تکفیری زن و فرزند شخص کافر را اسیر و غلام کردن ممکن است. از آنها به نکاح و به معیار استفاده کاری و جنسی نمودن و آنها را همچون غلام و کنیز خرید و فروش کردن ممکن است. همین طور تکفیر از طرف این گروه ها همچون یک راهی اساسناک کردن غلامداری و آدم فروشی استفاده می شود. عامل سوم، منفعت های گروه های تکفیری و اکستریمیستی این است که موافق عقیده گروه های تکفیری وقتی کسی کافر اعلان می شود مال و دارایی او برای آنها گویا حلال می گردد. یعنی پیروان این گروه ها اجازت پیدا می کنند که مال و ملک و دارایی و خانه و در فرد کافر اعلان شده را غارت کرده از خود نمایند. محترم پیشوای ملت، همین طور می توان دید که پشت مسئله تکفیر منفعت های کلان اقتصادی، مادی و مالیوی پنهان شده است. بنابراین ما به این باور داریم که فهم درست این مسئله نظر قطعی و نفرت عمیق هر انسان سالم را نسبت به این گروه های افراطی و تروریستی به وجود می آورد. سلامت باشید محترم جناب عالی، رحمت به دقت. سلامت باشید. السلام علیکم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. بنده کاتب علمی مؤسسه دولتی مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محرمبک محرمبکوف. سراول از نام خودم برای زحمت‌های بی اندازه تان در تأسیس و رشد دولت ملی تاجیکان که آرزوی چندین هزار ساله‌های نسل‌ها در مرحله‌های تاریخ بود منتداری بیان می‌نماییم. جناب عالی، ما از برای بنده که فرزند یک گوشه زیبا منظر تاجیکستان بدخشانم، هستی شما، کارنمایی‌ها و مناسبت صمیمی شما به این گوشه وطن مایه افتخار ماست. شما نه تنها بدخشان را به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل دادید، اینچنین زمینه‌های اخلاقی و معنوی همزیستی آسایشته مردم را نابسته از اعتقاد همچون فرزند یک مادر، یک وطن تأمین نمودید. برای بنده همچون متخصص دینشناس حفظ تجربه همزیستی آسایشته و همدیگر فهمی پیروان مذهب حنفی و اسماعیلیه از نادرترین دستاورد دولت معاصر تاجیکستان و نمونه بی همتای جهان اسلام است. مردم این گوشه تاریخی تاجیکستان امروز خوب می‌دانند که محض با ابتکار و دستگیری‌های بی‌واسطه شما همچون حامی کنستیتوسیا و قانون‌ها
حقوق و آزادی‌های دینی حفظ شده، مرکز اسماعیلیه جماعتخانه تأسیس یافته است و برای رشد فرهنگ دینی مذهبی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. ما شما را باور می‌کنانیم که قطع نظر از منسوبیت اعتقادی، رسالت نخستین اصلی و اساسی هر یک ما همچون شهروند تاجیکستان، همچون فرزند وطن عزیز تاجیکستان، میراثبر تاریخ بای نیاگان ملت تاجیک، متحد شدن در اطراف هدایت‌های شما و وطن عزیزمان تاجیکستان است. ما از تاجیکستان آزاد، آباد، آرام، صاحب استقلال و ملت صاحب دولت تاجیک و پیشوای ملتش یعنی جناب عالی با شما کفیل حقوق و آزادی‌های اعتقادی است. سلامت باشید. بدخشان آباد بشود. امسال سال 2024 ما راه قلعه خم سرحد روشان را با استفاده می‌کنیم. اصلا قطعه دوشاگذری راه دوشنبه شهر خورق همین قطعه است. جای کاری هم میشود، نیروگاه‌ها بنیاد کرده ایستادیم. من جدا نمیکنم، من در اما چندین سال پیش بود که آینده بدخشان و یک دروازه طلایی تا اسلام مبادل میگردد. بین صدها هزار تن بار کشانده شده ایستاده است. چقدر مردم صاحب جای کار، چقدر مردم صاحب زندگی، راننده ها در راه میستن خوراک میخورن جا، چقدر سیاه ها راه ها شدن. حالا باب میشد سه قسمت بودیم در بنبست بین حتی منطقه ها 6 ماه نمیدانستیم، مردم رفت آمد نداشت، نمیدانستیم. حالا بسیاری ها هم کسی رفته باشد هم نه ای که یک آبهای گرمش منطقه های اینقدر زیبا، اینقدر شرشره ها، اینقدر موضع های زیبا است. سلامت باشید. Уважаемый господин президент, я как человек, оказавшийся в Таджикистане волей церковного начальства, посчитал это проявлением промысла Божьего, потому что здесь раньше простирались границы древней Персиды и Вавилона. Здесь происходили события ветхозаветной библейской истории. Здесь проповедовали святые апостолы Фома и Матфей. Здесь сама земля обогрена кровью святых. И больше всего меня поразило, что главное богатство Таджикистана – это ее народ, потому что таких добрых, отзывчивых и гостеприимных людей не встретишь больше ни в одной стране. У нас сложились добрые отношения с нашими соседями, сотрудниками, простыми людьми, которые приходят в церковь за помощью и поддержкой. Во многом это заслуга законодательной власти, которая приняла законы, ограждающие церковь от вмешательства в государственную жизнь, регламентирующую деятельность религиозных образований и искореняющую все формы дискриминации и дефамации. Благодаря этим законам на улицах Таджикистана не встретить проповедников различных радикальных сект, как христианского, так и исламского толка, которые бы вербовали в свои ряды обычных граждан, получающих вред не только душевному и ментальному здоровью, но и финансовый вред для своих кошельков. Благодаря исполнительной власти Республики Таджикистан мы имеем возможность каждый год собираться во время проведения международных иоанновских образовательных чтений и собирать профессоров, студентов учебных заведений, исламских и христианских богословов и философов, чтобы обсудить вызовы современного общества и способы сохранения традиционных культурно-нравственных и религиозных ценностей. И хочется поблагодарить вас, уважаемый господин президент, за мудрое руководство страной, в которой могут счастливо жить не только представители титульной нации, но и люди различных вероисповеданий и национальностей. Благодарю. Большое спасибо. Марама. Ассаламу алейкум, ҷаноби олӣ. Салом алейкум. аввалан мехостам салому дуруди самимонаи тоҷикони муҳоҷири Москваро ба шумо расонам. ҳангоме ки онҳо хабардор шуданд ки ман озими сафар ҳастам ба Тоҷикистон барои иштирок кардан дар мулоқоти шумо бо ходимони дин, бисёр исрор намуданд ки агар имкон шавад саломи моро ба ҷаноби олӣ расон. Якҷон ташаккур. қарзамро назди онҳо адо кардам. Саломат бошед.
همچنین قید کردن میخواهم که چگونه که شما خود ذکر کردید در مورد اقدام شما در ترجمه، نشر و دسترسی کتاب‌های دینی و مذهبی به مردم مسلمان کشور و چاپ ادبیات دینی و مذهبی از قبیل هدایه شریف، کیمیای سعادت، سواد اعظم، فقه اکبر و ده‌ها نامگوی دیگر ادبیات‌های دینی و مذهبی در حقیقت موقع ستایش دارد. تشکر زیاد برای شما. سلامت باشید. سلام گوز. سلامت باشید. خوشبخت باشید. تشکر زیاد. زبان و فرهنگ و تمدن تان فراموش نکنید. اتفاق باشید. در هر کجایی که باشید دست یک دیگر را گیرین، کمک کنیم به یک دیگر. همه در هر کجایی که باشید. سلامت باشید. سلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت جناب عالی، بنده ذکرک و پیک مراد، خادم دینی از ناحیه راشقله، ولایت مختار کوهی بدخشان. در حضور شما لطف فرمودن عجیه الهی است. بنده سلام و درود مردم بدخشان را به شما رسانیده دعاگوی آن هستیم که سلامتی شما بر دوام، وطن عزیزمان تاجیکستان آرام و آسوده و مردم شریف کشور در زیر هدایت‌های شما زندگی پربرکت بردوام داشته باشند. تمنیات خود را با نوگ قلم در شعر زیر گرد آورده‌ام. عمد بیحد ملتم محفوظ یزدانی شده، صاحبی تخت و جلالی آل سامانی شده، بعد 100 ساله از نو گشته صاحب اختیار، پرچمی تاجیک کنون تا حوج کیهانی شده، سروری دولت نمادی شاه ارمانی هماست، مردمان ایمن ز هر گونه پریشانی شده، بر جناب عالیا الله بده عمری دراز، این دعا از من به فضل جود ربانی شده، مهربان و مشفق است بر هر یتیم و بینوا، زین سبب نامی نکویش بین که رحمانی شده، مثل او مردی خردمند هیچ یک مادر نزاد، در جمال و حسن حکمت یوسفی ثانی شده، پیشوای ملتم تبلیغگری وحدت بود، دوستی در ملک ما یک قرض ایمانی شده، شکر استقلال و وحدت عمدیاران عزیز، نعمت و گنج و گوهر امروز ارزانی شده، تازه شد دینی مبین از پنجه افراطیان، به محابا دوره نیکو مسلمانی شده، مهرنامه می نویسم وصفهان عالی جناب، چون که او محبوب هر یک تاجیکستانی شده، دائم ای دوستان شکرانه وحدت کنیم، این ترانه مهر مهری هر بدخشانی شده، بیک مراد یک واصفی زیبا دیاری تاجیک است، در دیاری نازنین بزمی غزلخوانی شده. تشکر زیاد. سلامت باشید. نیروگاه ساختمانش رفته ایستاده است. بله. بیرای کسلخانه نایوی رفته ایستاده است. بله بله. ساختمان مکتب رفته ایستاده است. بله ساختمان بله. خانه استقامتی رفته ایستاده است. یک جان تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. السلام علیکم محترم جناب عالی. سلام علیکم. من سفرخ حیدر امام خطیب مسجد جامع شهری باختر هستم. در آغاز خدا را شکرگزاری میکنیم که از برکت استقلال و در نتیجه سیاست‌های سنجیده و باقرار شما به مردم کشور امکان فراهم آمد تا در برابر دیگر ارکان دین حج و عمره را ادا نمایند. ظاهراً سالهای آخر با بهتر شدن شرایط زندگی مردم شماره زائرین خانه خدا زیاد می‌گردد. البته حج و عمره عبادتی است که
انسان بعد از انجام دادن این عبادت باید که از رفتارهای بد از جمله بخل و حسد، کینه و عداوت، خودنمایی و اسرافکاری دوری بجوید. محترم جناب عالی، به حج یا عمره رفتن یک طرفی مسئله، اما شهرت طلبی و خودخواهی برخی از حاجیان و عمره کنندگان این مسئله دیگر است. ما ملت صاحب تمدن و فرهنگ سالار حق تقلید کردن نداریم، نه در مسئله ایمان و اعتقاد و نه در مسئله لباس و فرهنگ. اما متاسفانه امروزها ببینیم نفرانی که برای افزودن بر شهرت و مقام خود به تکرار به سفر حج و عمره می روند، در حالی که حج و عمره تکراری این یک عبادت نافله است. مردم گویا فضیلت صدقه جاریه را درک نمی کنند، زیرا به انجام دادن صدقه جاریه فضیلت و ثواب بیشتر به انسان می رسد. مانند یک نفری که راه را آباد می کند و یا یک بنگاه طبی می سازد و یا یک سیمخانه علاوگی ساخته برای تعلیم فرزندان و یا باغی را بنیاد می کند که مردم از اون سایه و میوه اون باغی بنیاد کرده استفاده می برند و تا زمانی که مردم از این صدقه جاریه استفاده می برند ثوابی بیشتر در نامه اعمال همان انجام دهنده صدقه جاریه نوشته می شود. تشکر و دقتتون. سلامت باش. اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت، السلام علیکم. و علیکم السلام. من رحمان خطیب خطیب مسجد جامع خواجه‌ساز و سلام گو. علیکم چه احوال دارین؟ احوال ما خوب است محترم. راه اسفل شدن؟ راه اسفل. مکتب‌ها بنیاد شدن؟ بنیاد شدن. بنگاه‌های طبی شدن؟ شدن. سلامت باش. بنده اکثر ملاقات‌های شما و هر یک صحبت‌هاتون با مردم کشور و سفرهای خارجی داخلی شما رو پیگیری میکنم و همین را مشاهده میکنم که جناب عالی اکثر صحبت‌های شما مورد تحکیم استقلالیت و صلح، وحدت ملی، همدیگر فهمی و حمایه مرز و بوم است. با نظر داشت منطقه، وضع منطقه و جهان، این پریشانی و این صحبت و توجه شما را ما درک میکنیم، چون که شما این مملکت را از نال، از صفر ساختید و به این حالت مظفریت کامیابی ها رساندید و هر یک نفری تاجیک و تاجیکستانی، شخص با ایمان و با وجدان باید از این موضوع باید بی‌طرف نباشد، چون که خدای تعالی در قرآن عظیم الشان می‌فرماید در آیت 2 سوره مائده شما به کارهای نیک و ثواب و تقوا یاردم بکنید و از آن کارهایی که گناه و عدوان و معصیت است به آن مدد نکنید گفته شده است. و ما خادمان دین مردم را از منبر، از محراب‌های مساجد به سوی کارهای نیک و خیر و به حمایه مرز و بوم و دعوت جوانان به قواهای مسلح جمهوری دعوت میکنیم. باید که ما خود علما الگو به مردم باشیم و در کارهای خیر در صف اول باید باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند دو طایفه بندگان را هرگز آتش دوزخ نرسد. یکی اونا شخصی که در مرز و بوم پاسبانی میکند، برای حمایه وطنش پاسبانی میکند، انشاءالله هرگز آتش دوزخ به اون نمیرسد. طبق این گفته ها من که خادم دین هستم، شما هم در اشارتان فرمودید محترم پرزیدنت، شما علما باید در همه کارهایی که به مردم توصیه و نصیحت میکنید باید خودتون الگو باشید، عبرت باشید. بنده سال 2022 فرزندمان در فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمیک بابا جان غفوروف تحصیل میکرد. با دعوتمون
اجابه نمود و به عسکری به قواهای مسلح پیوست با تقدیر خداوند برای حمایت وطن برای حمایت مرزبون برای وطن و ملت برای حمایت مرزبون جانش را فدا کرد. صحبت کردن محترم جناب علی مشکل تر است، چون که فرزند است، نور چشم است، میوه دل انسان است. اما من با آن فخر میکنم که فرزند برای وطن، برای ملت، برای کشور جان داد. سلامت باشید. جایش را خدای تعالی جنت گرداند. فقط مرا همین تسلیت میدهد که محترم جناب عالی جوانمردانه، شرفمندانه با نام نیک از این دنیا رفت، نه به مانند آن جوانهای گمراهی که در خارج کشور در وطنهای بیگانه برای منفعتهای دیگر قوم جان داده ایستادند. از این تأسف میکنم و بسیار افسوس میخورم و برای شما محترم جناب عالی همچون خادم دین وعده میدهیم که باز از این سخنهای پرمحتوای شما خیلی نتیجه ها گرفتیم و باز خدمت و مسئولیت خود را دوچند میکنیم و برای شما در این مسئولیت بزرگ که راهبری دولتمان را دارید موفقیت، مظفریت ها از خداوند خواهیم. جماعت دیات بارخ 3-4 سال آخر است که در جمهوری یک اولین شده نقشه دعوت به صف قوای مسلح را اجرا میکنند، مثل ولایت مختار کوهستانی بدخشان. احسن، آفرین. من میفهمم، تعزیه ما را قبول کنید. من یک مسئله مانده است به شما میگم با همتون همین قضیه جنبش میکنم. دایر به عید قربان، مقصد و حکمت اساسی قربانی این از جانب شخصان ثروتمند دستگیری احتیاجمندان است. عموما آداب قربانی که شخص قربانی میکند 3 قسم تقسیم کرده. یک قسمت آن را به خانواده خود، یک قسمتش به همسایگان و نزدیکان خود و قسمت آن را به کمبغلان و مسکینان میدهد. لیکن علمای اسلامی در اساس آیات قرآن کریم حدیث های پیغمبر اسلام 3 شرط و حکمت قربانی را معین کرده. یکم دستگیری کمبزاعتان و تامین آنها در روز خرسندی. دوم از اندازه بیشتر دل نبستن به مال و ثروت. و سوم نزدیکی جستن به خداوند. اینقدر خرید، دسترخوان، خانه گشته کودکان دیگر این طور نیست. فرمان داخل رئیس شورای علما، رئیس کمیته دین، مرکز اسلام شناسی به مردم با واسطه تلویزیون و رادیو بیشتر از عید قربان فهمانه یا که حاضر درباره فطر روزه و چی فهمانه. من رفتم میپرسم میآموزم فقط خب عید قربان هر کس یکدیگر را بینند در روز عید نماز عید را با جا آوردن یکدیگر را تبریک میگویند. حتی خانه گشتن نمیکنند، حتی خانه های نزدیک آدمان نمیروند. تنها قربانی که میکنن آنچه که گفتم با کیا با آدمای کم بضاعت و بدی. یک قسم اگر مانند در عائله دیگرش با همسایگان و با عائله های کم بضاعت همین تقسیم میکنن. کسی که امکانیت دارد جهت مالی و دیگرش میرسد. همه فردی مسلمان این جایز نیست. مردی ما قرض میکنه قربانی میکنه خودش نان خوردن نداره. دیگر دسترخوان آراستن و گشتن در جهان اسلام نمیروند. نماز عید میکنن دیگر تمام عید مبارک. همین در ما خرید سر میشه، دسترخوان آراستن، زیاده روی کردن، پخت و پز احد زیاد باکی در کار اینج. عید سعید قربانی کردن است، چیزی دیگر نیست. قربانی کردن یک آنها که این کار دارد یک چهارراه گرفته قربانی میکنه تقسیم میکنه به دیگران. تمام. از استفاده برای زمین نزدیاولگی، از استفاده برای زمین های پریزیدنتی 3-4 حاصل گرفتن، ذخیره کردن مواد 2 ساله غذایی در عائله،
فکر اویلا، فکر فرزندان کنیم. خب اینا تربیت کنین، نصیحت کنین، برای درست هدایت کنین. صدقاً با قلبتون، با زبان نه، با قلبتون، با رفتار و کردارتون، با قابلیت تشکیلاتچیتون، با اراده مستحکمتون، صدقاً وطن عزیز و محبوب خود تاجیکستان را دوست داریم، بنیاد کنیم، سازیم، آباد کنیم. موفقیت. سلامت باشید.